بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز در برنامه ترازوی عمل درباره معالجه بیماری ها از روی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت میکنیم، یا خود بیماری هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم معالجه آن را گفتند، یا بعضی از دارو و درمانی که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته شده است و این چونین طب معاصر هم این رو کشف کرده است. و عجیبش این است که وقتی به کتاب‌های حدیث در این موضوع دست زدم، از جمله به صحیح بخاری و شرح این کتاب، در بسیاری از کتاب‌های درباره طب نبوی گفته شده قول ابن سینا رو خیلی زیاد می‌آورند که صاحب کتاب قانون نیز این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را در چنین بیماری ها و در چنین کسلی ها همچون شفا تجربه کرده است و کشف کرده است. و بیایید ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چند چیز را شفا گفتند، آنی که لا ینطق عن الهوی، پیامبر موعود که هرگز از نزد خود چیزی نمیگویند، چه داروها را برای ما پیشکش کردند. اول شده به حدیث نگاه میکنیم که در صحیح بخاری است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الشفاء فی ثلاث: شربت عسل و شرطت المحجم و کیت النار. شفا در سه چیز است: نوشیدن عسل و این چونین در تیغ حجامه و سوزانیدن با آتش. اما در دوامش میگویند و انها امتی عن الکی، اما من امتم را از با آتش سوزانیدن مکانهای مجروح من میکنم. بیایید پیش از اینکه درباره این حدیث با تفصیل صحبت کنیم، اول شده درباره حجامه صحبت کنیم. چگونه که میدانیم الان پیشتر که مردم آنقدر خبر نداشتن، الان با پیشروی اینترنت و علل خصوص در گوگل پیدا کردن بسیاری از موضوعها، اکثریت ما درباره حجامه خبر داریم. اما بعضی چیزهایی که مردم را به یک نافهمی میکشاند، این که آیا حجامه در همه وقت جایز باشد و آیا حجامه برای همه کسلی ها است و آیا حجامه دعای مخصوص دارد و این چونین پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه حجامه کرده بودند. اگرچه در سند حدیث ضعف است، ولی اینجا با یک چند روایت آمدگی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ما مررت لیلة اسری بی بملأ الا قالوا یا محمد مر امتک بالحجامه، و در جای دیگر علیک بالحجامه یا محمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی من در شب معراج به آسمان برآمده بودم، در هر یک بلندی به من فرشته ها می گفتند ای محمد، خودت و امتت را امر کن تا که حجامه کنند. و این چونین در حدیث بخاری هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر ما تداویتم به الحجامه، بهترین چیزی که شما با آن خودتان را معالجه میکنید و یا درمان میکنید این حجامه میباشد. و درباره حجامه عزیزان خیلی احادیث زیاد است و اگر به خود فایده هایش نگاه کنیم، حتی خود ابن سینا هم فایده های زیادی حجامه را آوردگی می باشند. از همه بالاترین یا گفتیم از همه مفیدترین موضوع درباره حجامه این است که در حدیث آمده است که هر کسی که صاحب ذهن باشد، ذهنش را حجامه قوی تر می کند و انسان را اگرچه خودش با قوت باشد هم به سبب حجامه قوتش زیاد شدن میگیرد. و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم در حیات خود حجامه کرده بودند و بار در بین دو کتف که کاهله میگویند در آنجا و بار در پشت سر که نزدیکی هر دوی گوش است. و این چونین در حدیث هم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از درد سر رنج می بردند و از بالای سر خود هم حجامه کرده بودند. پس اول شده می توانیم گوییم که به تمام نمود درد سر، خواه درد سر به سبب خستگی باشد، خواه به سبب
شمال خوردگی یا سرمازدگی باشد و یا خواه به سبب غم و درد و چیزهای دیگر باشد، هر مکانی که خواه پهلوی سر، خواه بالای سر، خواه پشت سر درد سر انسان داشته باشد، با حجامه میتواند آن درد را برطرف کند. و اینجا خودی اطباء هم میگویند وقتی که در سر میکروب ها زیاد می شود یا به سبب خستگی زیاد بعضی از باکتری های ضرررسان در سر پیدا می شود، آنها به کجا رفتن را نمی دانند. تمام سر که محکم است دیگر به درد شروع می کند و وقتی از سر حجامه کردید با واسطه آن خون آن میکروب ها به بیرون می براید و انسان از درد سر خلاص می شود. و این چنین برای درد پا، درد میان و حتی برای تمام نمودهای خارشک که مثلا سرخشوی پوست است و یا میگویم کرسنوخ است و یا چیزهای دیگر، به جای آن که 30 روز 40 روز مردم را به سر ایران و جرقات و چیزهای دیگر شینانند، می توانند 2 بار و یا 3 بار در یک ماه حجامه کرد و تمام این بیماری ها می رود. و این چنین می شود که از 2 پهلوی سر هم حجامه کرد، برای بینایش چشم هم خیلی فایده دارد و این چنین حتی برای درد دندان هم از جاغ ها حجامه می کنند. پس هر بیماری که هست و حتی بیماری های درونی که هم هست با واسطه حجامه می شود آن را معالجه کرد و به اذن الله انسان شفا می یابد. و چه خیلی که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم اول شده از درد سری که رنج می بردند حجامه کرده بودند. و اینجا ابن سینا می گویند بهترین وقت برای حجامه کردن این نه اولی ماه هست نه آخری ماه هست، این مابین ماه هست. همین که از 15 تاریخ گذشت شما تا آخری ماه می توانید حجامه کنید، اما مخصوصی آخری ماه حجامه نکنید که فایده زیاد ندارد. و عیناً به خود سخن ابن سینا اگر نگاه کنیم در حدیث هم آمده است، اگرچه حدیث از مرفوع است از حضرت انس، اما هم در سنن ابو داود است، در سنن ابن ماجه است و در مکانهای دیگر هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من اراد حجامت فلیتحری 17 او 19 او 21. هر کسی که میخواهد حجامه کند پس یا روزی 17 یا اینکه 19 یا 21 حجامه کند، یعنی بعد از نصف ماه گذشتن، عیناً چنانه که ابن سینا گفته بودند. و اینجا نگاه کنیم امام احمد هم میگویند اگرچه احادیث ضعیف است ولی چون حدیث یک چند مراتب آمد من دوست داشتم که پس از 15 یعنی یا 17 یا 19 یا 21 حجامه کنیم. ولی اگر بیمار است انسان خیلی از درد سر اذیت میکشد یا خیلی خارش زیاد دارد و یا اینکه یگان بیماری دیگری در جسمش هست، البته که میتواند انتظار نباشد و اینجا استحباب یا همین روزها بهتر بودن برای حجامه را همه اتفاق هستند که این برای نفرانی که هر ماه برای سلامتی خود حجامه میکنند. برای اون که عزیزان انسان میتواند هیچ بیماری نداشته باشد هم حجامه کرده استد، برای اون که زود زود حجامه کردن بدن را از تمام میکروب ها و علل خصوص میکروب هایی که در خون آمیخته هستند از آن تازه کند. البته که میدانید اگر نفرانی که از حجامه تا هنوز به خبر نیستند میتوانند در اینترنت پیدا کنند که با حجامه خونی آنقدر زیاد هم نمی آید و کمی خودش از زیر پوست خون می آید. پس درباره در کدام تاریخ یا در کدام وقتی ماه حجامه کردن، اینجا استحبابیت در آن است که یا 17 یا 19 یا 21 ماه باشد و به این حدیث ها آمده است، اما حدیث ها ضعیف هستند ولیکن قول اطباء و طبیبان رو اینجا می آورند و می گویند. طبیبان هم به این اتفاق هستند که بهترین وقت بعد از منتصف ماه هست که در این وقت خونها در بدن زیاد می شود و بعضی از نمودهای میکروب در عین جوش و خروش می شود. و درباره روزهایش نیز عزیزان خیلی حدیث آمده است که روزی چهارشنبه ممکن نیست، روزی شنبه حجامه کردن ممکن نیست و بهترینش روزی دوشنبه است و یا روزی پنجشنبه است، ولیکن در مجموعه
حدیث ها تقریبا ضعیف هستند. برای همین اگر گفتیم نه من روز دوشنبه و یا پنجشنبه میکنم بهتر است، اما در کدام روزها که راست نآمد می شود که حجامه کرد. پس اولین چیزی که در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم خواندیم این است که بهترین چیزی که شما خود را معالجه میکنید این حجامه است که با حجامه شما تمام دردها را می توانید دوا کنید. بعضی ها میگویند مگر انسانی خونش کم هم حجامه کند؟ عزیزان، خونی که نفری حجامه شده ایستاده از او گرفته می شود این خونهای رگ نیستند که انسان خونش کم شود. خونهایی که زیادی در زیر پوست هستند و اساساً به میکروب و در جایهای ما میگویند خون سیاه هستند که وی به جسم انسان ضرر میکند. یا نمودهای خارشک و بدن انسان از سرخچه و از زردی و از چیزهای دیگر خارج می شود یا انسان را به درد سر گرفتار می کند و گاهی می شود که چشمها یا بالای بینی یک چند چیز می براید، می شود که از چهره هم می شود، از بالای دست ها، از بالای پای ها و حتی به روماتیسم و دردهای استخوان هم دوا دارد و در شرایط حاضره آسانترین درمان گفتیم که مصرف ندارد که همه میتوانند حجامه کنند. آنقدر کسبی نیست که یک چند سال خوانید یا خیلی ماهر باشید، میتوانیم از حجامه استفاده کنیم. و اینجا عزیزان به حدیث اگر نگاه کرده باشیم پیامبر صلی الله علیه و سلم به عسل هم اشاره کردند که بهترین چیزی که شما مداوا میکنید یکی اگر حجامه باشد، دویمش این عسل می باشد. و درباره عسل هم خودش در قرآن کریم هم درباره عسل آمده است. الله سبحانه و تعالی میگوید فیه شفاء للناس، در عسل برای مردم شفا هست. و اگر درباره عسل که پیشتر آنقدر خود بنده هم معلومات نداشتم، ولیکن بعد از اینکه این برنامه رو خواستم برای شما آماده کنم خیلی به کتاب های طب علل خصوص کتاب قانون هم بعضی از ورقهایش و ابن سینا و این چنین اطبای عرب دست زدم. سبحان الله درباره عسل آنقدر زیاد مقاله است و یا آنقدر دردهایی هست که به سبب عسل شفا می شود تقریبا شماره ندارد. و میگویند عجیبش این است که عسل رو می شود به پوست هم مالید و عسل رو می شود همچون نوشابه با آب هم نوشید و عسل رو می شود همچون شیرینی خورد که پیامبر صلی الله علیه و سلم کان النبی یعجبه حلوا و العسل، حلوا و عسل را دوست می داشتند. از بین شیرینی ها پیامبر صلی الله علیه و سلم این عسل را اختیار میکردند. و این چنین حدیث دیگر هم در صحیح بخاری هست که مرد به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده میگوید برادری من بیمار است، شکم درد است، مشکلی در معده دارد و در دوامش آمده است که آنقدر شکم درد است که او دیگر زود به حمام میرود یا خیلی معده اش ویران شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اسقیه عسلا، و او عسل نوشان، یعنی باید برادر تو عسل نوشد. سپس آن مرد باز می آید و میگوید هنوز صحت نشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید نه عسل بده. باز می آید باز میگوید عسل خورد و اما صحت نشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند صدق الله و کذب بطن اخیک اسقیه عسلا. الله در قرآن راست میگوید فیه شفاء للناس میگوید، اما شکم برادر تو دروغ میگوید به او عسل بده. و بعد از 3 بار عسل نوشیدن آن مرد دیگر صحت می شود. از اینجا میگویند پس بعضی از داروها هست، بعضی از معالجه ها هست که به یک بار نمی شود. انسان باید یک چند بار از آن استعمال کند. من یک بار حجامه کردم چیزی نشد، من یک بار عسل خوردم چیزی نشد، نه، چندین بار باید از آن استفاده شد. و اساسا در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به نفری که از معده شکایت میکرد، شکم درد بود، به او عسل را توصیه کردند. اما در دوامش درباره شرح همین حدیث این چنین در کتاب زادالمعاد هم آمدگی است که خودی عسل را می شود برای شکم درد، می شود برای درد دندان، حتی می شود برای نوروشنی چشم
انسان میتواند به بالای چشمش هم مالد و میشود برای زیبایی پوست همچون کرم از آن استفاده کند و این چونین میتواند عموما برای قوی گشتن جگر و قلب و تمام اعضای بدن استفاده کند و عجیبش در آن است که از اصل یگان نفر نه اگر بیماری شکر داشته باشد یا قند داشته باشد قندش بالا می شود و کسی با خوردن عسل به یگان نمود خورش و الرژی و چیزهای دیگر رو برو نمی شود. برای آن که صاف شرابی هست که تماما طبیعی هست و به چیزی آمیخته نیست مگر اینکه از عسل‌های ساخته باشد و با یگان چیز آمیخته کرده باشند و حتی میگویند اگر با گوشت عسل را آمیخته کرده مانید تا 3 ماه هم میتواند گوشت نپوسیده بیرون از یخچال ایستد و در زمانهای قدیم برای جسم یک مرده را نگاه داشتن و تمام بدنش عسل میمالیدند تا اینکه آن جسم را زود خاک نخورد و درباره عسل خیلی خیلی زیاد بیماری های دیگر می آورند و میگویند اینجا وقتی الله میگوید فیه شفاء للناس یقین بدانید که به همه دردهایتان می توانید از عسل استفاده کنید و علل خصوص به بیماری های شمال خوردگی یا گریپ یا اینکه بیماری های درونی دیگری که انسان میخواهد از میکروب ها و یا از باکتریا ها نجات یابد خودی عسل هم یک آنتی بیوتیک یا ماده هست که ضد میکروب است و حتی برای قوی کردن دندان ها اگر گفتیم شیرینی و شکلات و شکر و این چیزها دندان ها رو زود ویران میکند اینجا در کتاب طب آوردند که عسل دندان ها رو برعکس شکر قوی میکند و علل خصوص کام ها رو صحت میکند. در تمام نمودهای بیماری های زبان و کام اول شده از عسل استفاده میکنند و چیزی دیگر عزیزان عجیبش در آن است که چه خیلی که گفتیم عسل خودش یک معجزه در خود دارد که ضد باکتریا می باشد و به بسیاری از بیماری های زخم یا مجروح هایی که در پوست هست حتی بعضی از طبیب های معاصر هم وقتی میگوید من حامله هستم و یا برای من یگان نمود دارو ممکن نیست میگویند با عسل آنجا را بند کمی عسل مال و آنجا را با لطه پارچه بند یا میگویند با عسل کمپرس کن یعنی بیماری های زیاد را چی مجروحیات باشد چی از پوسیدن باشد چی از بعضی بیماری های دیگری حتی خارجی باشد که در پوست عیان است می توان از عسل استفاده کرد و علل خصوص برای بیماری های کام که هر کسی که خونروی کام دارد و یا درد زبان و درد دهان دارد عسل را می گیرند و آن را مالش می دهند و بعضی ها می گویند بهترش این است که اگر خیلی درد دندان یا خود درد کام باشد می توان کمی با اکسوس آمیخته کرد و بعد از آن استفاده کرد و اینجا گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بهترین دوا برای شما یکی نوشیدن عسل دیگری این حجامه است که هم درباره حجامه و هم درباره عسل گفته گذاشتیم و اینجا عزیزان بیاید باز به بعضی از درمان ها یا معالجه های پیامبر صلی الله علیه و سلم از نزدیک شناس شویم. یک چیز دیگری که عموما بعضی ها در بین مردمی تاجیکستان حتی به مسخره گرفته هستند این شیر و پیشاب شتر می باشد ولی چگونه که می دانیم حدیث ثابت در صحیح بخاری است که وقتی قوم بیمار می شوند و به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده از بیماری های درونی خود شکایت می کنند پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند شما به وادی روید یا دورتر از مدینه در آنجا شتر هست هم از شیر شتر هم از پیشاب شتر بنوشید و در یک مدت کوتاه همه اشان صحت می شوند و کاملا دیگر قوتشان به جایش می آید و تا همین روز حتی در زمان امروزه هم در بعضی از فابریکه های داروسازی شویتزاریا از خودی پیشاب شتر بعضی از نمود داروها را می سازند و مکان های مخصوص در جزیره عرب در مصر و دیگر کشورهای که در آنجا
اونجا شتر هست، جایهایی هست که میگویند مخصوصا بیماری های سرطان، آنهایی که بیماری های سرطان دارند می آیند و از شتر از شیر و از پیشاب شتر استفاده میکنند و خیلی از بیماری ها به جز سرطان این چنین بیماری های دیگر جدی بیماری هایی که درونی در انسان ها هست به سبب هم شیر و هم پیشاب شتر آنها از این بیماری ها خلاص شده اند. پس یکی از معالجه دیگری پیامبر صلی الله علیه و سلم این شیر شتر بود و این چنین حتی به پیشابش هم حدیث آمدگی هست که این را نمیتوان به مسخره گرفت و یا نمیتوان گفت منسوخ شد، برای اینکه حدیث ثابت در صحیح بخاری آمده است و اگرچه بعضی از علما میگویند نه این فقط در وقت ضرورت است، آره آنهایی که بیمار هستند در حقیقت ضرورت دارند و آنها میروند و از این استفاده میکنند. و البته که از ما از خاطر نبراید درباره سیاهی دانه، چه خیلی که میدونیم در تاجیکستان سیاهی دانه در همه جا هست، برعکس عسل و شیر شتر سیاهی دانه را زیادتر پیدا میکنیم. درباره سیاهی دانه هم حدیث آمدگی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان هذه حبة السوداء شفاء من کل داء الا من السم. این حبة السوداء یا خود این سیاهی دانه شفا است برای تمام دردها مگر به مرگ که دیگر تقدیر است، به آن چیز شفا شده نمیتواند. و اگر درباره حبة السوداء و یا درباره سیاهی دانه عزیزان خوانده باشید، سیاهی دانه را می شود فقط خودش را دانه دانه خورد، می شود آن را روغنش را گرفت خورد و می شود حتی در تمام خوراکه ها استفاده کرد و علل خصوص به نفرانی که بیماری شمال خوردگی دارند و یا نقص مسئولیت دارند و یا اینکه عموما وجود ضعیف دارند، زیاد فشارشان پس شده می استد و یا خونشان کم شده می استد و یا اینکه نفرانی که زود بیماری را قبول میکنند و عموما جسم ضعیف دارند می توانند از خود سیاهی دانه استفاده کنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند به تمام دردها دوا است و عجیبش در آن است که چه کودک باشد، چه انسان بزرگ، چه زن شیر دهنده و یا حامله، به کسی فرق نمی کند، برای همه فایده دارد و در بیماری های شمال خوردگی و در تمام بیماری های دیگری درونی علل خصوص برای خوب کار کردن گرده ها خیلی فایده می رساند. و اینچنین سیاهی دانه را میگویند می شود به بینی هم چکانید اگر در بینی یگان زخم باشد و یا اینکه به سبب سرماخوردگی بینی ها داخلش التهاب شده باشد، می شود که روغن سیاهی دانه را به بینی چکانید و آن را با بینی کشید. و درباره خود روغن سیاهی دانه به درد دندان، علل خصوص در مصر هم به این شاهد بودیم، بعضی از نفران علل خصوص کودک هایی که درد دندان هستند به جای اینکه در جای ما به عطر و یا به پیشاب انسان حتی پخته میکنند و میگویند شفا میشود، میتوانید با سیاهی دانه درد دندان را معالجه کنید که همین که بر روغن سیاهی دانه پخته کرد و کمی در دهان داشت، دیگر درد دندان هم از بین می رود. و چه خیلی که گفتیم در این باره حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که میگویند بجز مرگ به تمام دردها می توانید از این استفاده کنید. و علل خصوص در وقت سرماخوردگی و تنگی نفس و یا اینکه شمال خوردن شش ها می شود از سیاهی دانه استفاده کرد که خیلی زود بیماری های شش را از بین می برد و نفس کشیدن را خوب می کند. این بود عزیزان درباره سیاهی دانه که از این هم نباید بخبر باشیم، بخبر باشیم و علل خصوص که ارزان است، هم برای کودک ها هم برای تمام عمرها می شود از آن استفاده کرد. سیاهی دانه نباید از خانه یگان نفری مسلمان کم باشد که به تمام دردها شفا است. و خیلی زیاد از خواهرها میگویند کودک 3 ساله من، کودک 4 ساله من زود خسته میشد، زود بیمار میشد، همین که هر روزه برایش کم کم یک قاشقی از یا یک قاشقچه خرد از روغن سیاهی دانه دادیم، دیگر سلامتیش خوب شده رفت، دیگر زود مثل پیشتره بیماری را قبول نمی کند. و اینجا عزیزان یک حدیث دیگر هم هست درباره
اتولا میگویم در جای ما، خوراکی که از ارد جو پخته می شود که نامش را تلبینه میگویند. تلبینه عزیزان، بعد از که همین موضوع رو من در کتاب خوندم به یادم سوملک تاجیکی رسید. بعضیا گمان نکنند که موضوع ما به نوروز کشیده ایستاده است و یا اینکه نوروز رو ما جایز است و نوروز رو جشن گیرید گفته ایستادیم. عموما موضوع فقط به خوراک است. اینجا حدیث از حضرت عایشه روایت است که ابن شهاب از عروه روایت کرده میگویند از عایشه رضی الله عنها انها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الحالك وكانت تقول إني سمعت رسول الله يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. حضرت عایشه رضی الله عنها وقتی که یگان نفر بیمار میشد و یا یگان نفر در خانه اش عزا میشد، یگان نفر رو از دست میداد و خیلی غمگین میشد، میگفتند با آنها خوراک تلبینه پخته برید، یا خودشان میرفتند و تلبینه میپختند. و این چنین گفتند که من شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودند تلبینه قلب بیمار رو قوی میکند و این چنین بعضی از غمها رو دور میکند. و درباره تلبینه چه خیلی خوراک است، این طعامی است که از ارد جو و کمی شیر و کمی عسل میپزند که عموما خیلی رنگش سفید است و برای همین به لبن به شیر مانند کرده هستند. یعنی خود ارد جو برای انسان کمی خودش رو گفتیم آرام حس کردنش و کمی دور شدن غمهایش و این چنین برای بیمارانی که مدار ندارند، قوت ندارند خیلی فایده دارد. و علل خصوص نفری که در خانه عزا هست و مردم دیگر قدرتی نه خوراک خوردن دارند نه چیز دیگر، حضرت عایشه خودشان میرفتند و این خوراک رو میپختند. و شاید از همین باشد که در عزاداری های ما تاجیکان اول شده با ارد که هم باشد اتولا پخته میبرند، ولی در جای ما عکسش. اینجا که حضرت عایشه میگفتند کمی غم شما رو سبک میکند، کمی گفتیم آرام میشوید، در جای ما میگویند اتولا رو خورید و به قوت شوید و بعد زیاد گریه کنید، آوازتان رو بلندتر کنید. یعنی عموما عکس حدیث اما همان خوراک است. ولی وقتی درباره تلبینه حدیث گفتیم، اینجا بعضی از علما میگویند تلبینه با ارد جو است، با ارد گندم هم میشود. این چنین با هر چیزی که ارد میکنید از آن میشود. و اگر نگاه کنید سوملکی که هم در ما هست، آن را با دیگر خودی گندم میپزند، ارد آب گندم و کمی به آن روغن میکنند. خیلی به تلبینه مانندی دارد، اما تلبینه که با شیر و عسل و دیگر ارد جو است سبسفید است و سوملکی که ما میپزیم دیگر سرخ میشود. اما اینجا این خوراکی که اینجا حضرت عایشه میپختند و میگفتند که به نفران بیمار از آن پخته دهید، و نفرانی که یگان نفر رو از دست دادند و خیلی غمگین هستند پخته دهید. خودشان میگویند من شنیدم که پیامبر گفته بودند که این خوراک هم برای نفرانی که غم زده هستند مفید است و هم برای نفرانی که بیمار هستند. پس این بود درباره تلبینه. می شود که این سنت را احیا کرد به یگان بیمار خودمون رفته از تلبینه پخته دهیم که ارد جو در همه جا، یا ایچمین موکا میگوین نمیدونم با زبان روسی، در همه جا این رو پیدا کردن آسان است و ارزان است. و میگذاریم عزیزان به یکی از چیزهای مهم دیگر، به قسط هندی و یا بحری. درباره قسط هندی اگر با گوگل زده باشید حتی در خطای هم خیلی از این چیز استفاده میکنن. قسط هندی خودش یک نباتی هست و یا رستنی هست که هم در بحر میروید هم در خشکی و این رو پیدا کرده میشود اساساً در کشورهای گرم. در خطای هم هست، در خودی هندوستان هم هست، در بعضی از کشورهای عرب هم هست و بحری رو اساساً از بحر میگیرن و قسط بحریش خودش چوب‌های یا گفتیم ریشه‌های خشک سفید است و هندیش ریشه‌های خشک است که عموما بر ریشه‌های عادی نبات مانندی دارد. و در این باره پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند علیکم بهذا العود الهندی فإن فیه 7 اشفیه
یستعد به من العذرة و یولد به من ذات الجنب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شمایان با همین قسط هندی، یعنی با همین نباتی که اساساً از خشک شدهش استفاده میکنند، شمایان این را برای خود ملازمت کنید، یعنی این را زیاد استفاده کنید، برای آنکه این چیز به 7 درد دوا است و این چنین از این می شود نفس کشید برای بیماری های درد سر و دیگر زخم های درونی و این چنین می توانید این را به درد گلو و یا اینکه بیماری هایی که به گلو پیدا می شود این را به آنجا مالش کنید. و اگر به حدیث نگاه کنیم اینجا 7 چیز گفتن، ولیکن علما زیاده تا 100 بیماری رو می آورند و می گویند این بیماری ها همه اش را می توان با قسط هندی معالجه کرد. و قسط هندی را عزیزان اگر بینید خودش یک چوبی خشک شده هست و تقریبا الان در کل دنیا هست، حتی در هر جایی که در آنجا خود نبات ها و یا اینکه گیاه ها رو میفروشند، اگر قسط هندی گفتید حتی در کشورهای غیر مسلمان هم پیدا کرده می شود. و اساسا این را پیامبر صلی الله علیه و سلم با بینیشان کشیده بودند، یعنی نفس میکشید تا به داخل درآید و میگویند برای درد سر هم فایده دارد و این چنین برای هر یک میکروب هایی که در بینی هست، در گوش است، در داخل است، وقتی با بینی و درون نفس میکشی میدرآید و تمام بیماری ها را نابود میکند. و میشود که حتی با کمی روغن سیاهی دانه این را آمیخته کرد و به بینی کشید، نفس کشید با بینی و یا اینکه عموما خودش را از این خیلی میده کرد و مثل آرد بعد از آن نفس کشید. و عجیبش این است که این چیز خیلی تلخ است، یعنی مزهش مثل زهر است، خیلی تلخ است. اگر نفرانی که میگویند من به بعضی از بیماری های معده و یا بیماری های درونی میخواهم این رو خورم، یعنی همچون دارو خورده استفاده کنم، حتما این رو باید با عسل خورد و بعضی از اطباء میگویند با کمی از عسل آمیخته میکنید و با عسل خورده از بالایش آب فرو میبرید برای اون که خیلی تلخ است. و این چنین اینجا در خود حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند به بیماری ذات الجنب فایده دارد. ذات الجنب عزیزان بیماری های گلو، وقتی از دو طرف گلوها ورم میکند یا بعضی از نماد زخم ها و یا التهاب و یا گزک ها در گلو پیدا می شود، علل خصوص در کودک ها که این بیماری خیلی زیاد است، به هر یک سبب اینفکسیا باشد و یا به سبب بیماری های دیگر باشد، گلو پر از میکروب می شود و وقتی با دست کمی از مطحون و یا خودی قسط هندی میده شده را گرفتید و به اطراف گلو از این مالش دادید، تمام بیماری ها را میبرد. و حتی در خودی طبی خودی دولتی خطای هم میگویند پیرانسولی را دور میکند، یعنی نفرانی که زیاد قسط هندی خورده میستند استخوان آنها، رگهای آنها، عموما وجود آنها خیلی دیرتر پیر می شود و آنقدر زود آنها فرتوده نمی شوند، هم استخوانها را قوی می کند و این چنین تمام رگها را و گردش خونها را و علل خصوص شریان و یا رگهای قلب را با قوت می کند. و اینجا دیدیم که درباره قسط هندی پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده بودند و می توانید در اینترنت هم پیدا کنید. خیلی به یک چوبک ها یا خود ریشه های خشک شده مانندی دارد که این را خودش را عادی استفاده کرده نمی شود، حتما خیلی میده می کنید. بعد از آن که مثل آرد شد، بعد از این می گیرند یا با کمی روغن آمیخته کرده به هر جایی که التهاب و یا زخم است، هر جای بدن در آنجا مجروحات باشد به آن میمالند یا حتی به گلو و یا با بینی میکشند و یا هر دردی که داخلی هست و یا عموما برای به قوت کردن جسم و یا به قوت کردن قلب آن را میشود با آب و عسل آمیخته کرده خورد، میشود مثل تبلت که کمی به دهان کرده زود از بالایش آب خورد که خیلی که گفتیم
تلخ است، مزه خیلی تلخ دارد و اگر بیماری های دندان و زبان و دهان باشد هم با قسط هندی خیلی زود این بیماری ها شفا می‌یابد و الان که در همه جا کارگاه هست و از این کشور به اون کشور فرستادن کالا آسان است، تقریبا در کل دنیا می شود هم قسط هندی را پیدا کرد و هم قسط بحری را که علل خصوص در خود مصر هم خیلی با یک نرخ ارزان خواهر و برادران می توانستند بخرند و بر روسیه و دیگر کشورها از آن فرستند و چه خیلی که گفتیم اساساً به بیماری حلق گلو و این چونین بیماری هایی که داخلی باشد و حتی بیماری های ظاهری می توان از قسط هندی استفاده کرد و می توانید این رو هم برای کودک ها وقتی که درد گلو می شوند به جای یک چند دارو و درمان و هزار و یک چیز خریدن می توانیم که با قسط هندی از آن استفاده کنیم. و اینجا یک چیز دیگر درباره درد چشم بود که الان می بینم که دربارهش پیشتر گفته بودیم یا گفته نبودیم. عزیزان درباره خود درد چشم هم پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از حدیثشان به کمه یا چیزی با نام من اشاره کرده هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کمعة من المن و ماؤها شفاء للعین. کمعه از من است و آب آن برای چشم شفا است. کمعه خودش عزیزان نباتی هست که مثل زنبروغ است. زنبروغی که فقط در وقت رعد و برق از زمین خارج می شود مثل آن است، اما خود زنبروغ نه، خیلی به کارتوشکا مانندی دارد و در زیر خاک ها می شود. برعکس زنبروغ آنقدر خودش را نمایان نمی کند، اساساً کمی خاک را می کوبند و یک نباتی خردک از آن نشانه هست که در خود ترکیه هم از آن زیاده است، در مصر هم از آن پیدا کرده می شود. و اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آبی همین کمعه یک نمود زنبروغ گفتیم برای چشم شفا است. و بعضی ها این رو غلط میفهمند، میگویند آبش رو میگیریم و به چشم میریزیم، به داخل چشم میریزیم. ولیکن اگر به خود شرح حدیث و این چونین کتاب های طب قدیم نگاه کنید، خودی آبش را به چشم نمیریزند، بلکه خودی کمعه را گرفته، همین نمود زنبروغ را گرفته، کمی در آب جوشانیده، بعداً با آن آب چشم های خود را یا میشویند یا آن آبی همین زنبروغ را به چشم خود میمالند. و این چونین خوردن همین نمود زنبروغ در جای ما به همین چیز مانند یک نمود گیاه هست در کوه ها که شکلش هم بعضی مانندی دارد، تحتران میگویند، چیزی دیگر میگویند، در خاطر من هم اونقدر نیست، اون رو هم به همون مانندی دارد. یا خودش رو میگویند پخته انسان میخورد که برای چشم خیلی فایده دارد، و یا اینکه آبی همین رو گرفته مثل سرمه به چشم مالش میدهد، نه اینکه به داخل چشم از آن بریزد. که در خاطر دارم که یکی از خواهرها این خودی حدیث رو گرفته به داخل چشمم اگر ریختم خوب میشوم گویان، کمی از آبی خودی همین نمود زنبروغ رو به چشم ریخته بود و چندین روز از سرخی چشم و تورم چشم او همه میترسیدن. بعدن فهمیدیم که حدیث رو غلط فهمیده است، بلکه نباید به داخل چشم خودی آبی همون زنبروغ را پس از جوشانیدن چشم ها را با آن شست و یا به چشم از آن مالش داد که خودی کمعه یا این نمود زنبروغ هم در حدیثی که در صحیح بخاری آمده است وجود دارد. و اینجا عزیزان یک چند چیزهای دیگر مثل سرمه و دیگر ابریشم و بعضی از لباسهای مخصوص هم درباره دارو و درمان و یا معالجه های پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود داشت، ولی تا همینجا کفایه میکنیم. اگر بار دیگر به اذن الله وقتمون رسید ان شاء الله این موضوع را دوام میدهیم و باز درباره بعضی از نمود دارو و درمان هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن معالجه میکردن درباره‌اش صحبت میکنیم. و اینجا عزیزان ببینید که درباره آب در برنامه پیشتر هم گفته بودیم که می توانیم به جای اینکه مایان استفاده کنیم از اسپریت و از الکل و از چیزهای دیگر، دویده رویم و با آب خنک خودی کسلی هایی که از روی
حرارت بدن بالا شدن و چیزی دیگر هست از آن استفاده کنیم. ولیکن در جایهای ما اکثریت طب پیامبر صلی الله علیه و سلم و یا حدیث هایی که درباره طب پیامبر آمده است آنها را یکسان میگذاریم و به خرافات هایی که عموما برعکس به جسم انسان ضرر میرساند، به عقل انسان ضرر میرساند، از آن استفاده میکنند. برای مثال اینجا گفتیم قسط هندی و یا اینکه و قسط هندی و یا خود عسل را میتوان به تمام جرح ها یا خود از زخم هایی که در بدن هست استفاده کرد. هر جایی که زخم دارد به آن یک مقدار عسل را یک چند روز اگر مالش داد و یا اینکه قسط هندی رو خودش رو گرفت و با کمی از خواه روغن سیاهی دانه باشد، خواه روغن عادی و حتی خودش رو فقط بالای هر یک جایی که معیوب است اگر به آنجا پاشید در مدت کوتاه زخم را نابود میکند. در جای ما باشد به جای اینکه این گونه زخم ها را با این نمود معالجه ها درمان کنند و یا حداقل یگان ملهم یا کرم مزه از یگان داروخانه گیرند، دویده میروند و میگویند باید به خانه یگان مولای رویم از آنجا خاک گیریم و مالش دهیم، یا اینکه به قبرستان رویم یک درختی هست در نزد درخت خوراک گذاریم، باز یک چند خرافات های دیگر که پناه به الله حتی انسان را از دین کاملا خارج میکند و شرک است و به یک شرک اکبر انسان قدم مینهد تا اینکه یک زخم کوچک یا یک بیماری دیگر را معالجه کند، در حالی که در خود حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره بیماری و علل خصوص درباره زخم ها کشاد و روشن پیامبر صلی الله علیه و سلم این نمود دارو و درمان ها را گفتند و این چنین علل خصوص مشکلی های زیادی که دویده به نزد ملاهای جادوگر می روند، یعنی ملاهایی که ببخشید فقط با جن و قبرستان و خاک و درخت و آفتاب و دیگر کارها میکنن. بسیار نفرانی که به نزد این گونه جادوگرها میروند سبب اساسی میگویند در پوستم خورشک دارم، از خوردی به من گاهی به این طرف گاهی به آن طرف بعضی چیزها میبراید مثل زخم و یا فساد و یا چیزی دیگر. اول شده حتما که با حجامه می شود کسلی های پوست رو همش رو از بین برد. دوم شده می توانیم اکنون که دیگر از حجامه کردن دیر شد دیگر راهی نیست، می توانیم با قسط هندی و یا عموما عسل عادی که در ما عسل کوهی طبیعی زیاد است تمام نمود از زخم و یا خود اینفکسیه هایی که در پوست بدن هست آنها را از بین برد. و این بود برنامه امروزه ما درباره معالجه های بیماری با طب پیامبر. امیدوار هستیم که از این استفاده کردید و استفاده میکنید و عموما در کل حیات خودتان و عزیزانتان برایتان یک موضوع مفید بود که تا که در بیماری ها از این نمود معالجه ها استفاده کنید. باز هم با امید آن که هرگز بیمار نباشید و به یگان از دارو و درمان هرگز احتیاجتان نباشد. شمایان را به الله می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.